نام خدا. بورد وندال پالس 2 بورد مونتاژ شده فلزیاب قوی است که قصد معرفیش به شما داریم. امیدواریم که مفید بشه و ازش لذت ببرید. ابتدا قسمت‌های مختلف در واقع این محصول رو به شما معرفی می‌کنیم و میشناسونیم. یک بورد وندال پالس مونتاژ شده، کامل، آماده و تست شده. یک عدد کوئل 1 متر در 1 متر که باز می‌کنیم و به شما توضیح میدیم در ادامه ویدیو که میتونید تبدیلش کنید به سایزهای مختلف مثل 30 سانتی متری و 50 سانتی متری که توسط دستگاه اتومات شناخته میشه و کوئل کوچیک و مربعی دستگاه برخلاف کوئل‌های دیگه به صورت مربع هست و دسته قابل جدا شوندگی داره که میتونید در تونل ها هم ازش استفاده بکنید. ابتدا بورد رو باز میکنیم و بررسیش میکنیم. تمام بوردها به همین صورت تک شده و به صورت دقیق خدمت مشتری تقدیم میشه. اگه دقت بکنیم از اولین نکته‌ای که از این بورد به چشم دیده میشه، بورد با کیفیت بالا و از جنس فایبر هست که کیفیت کار رو بسیار بالا میبره و سول ماسک یا همین لایه محافظ سبز رنگی که هر دو طرفش هم پوتین شده برای اینکه بورد شما نویز نگیره و در واقع دستگاه شما نویز نگیره و به صورت خیلی خوب کار کنه و با ثبات کار بکنه هست. اگر بوردهای فلزیاب دستگاه‌های دیگر رو ببینید و بوردهایی که جای دیگه داره ارائه میشه رو نگاه بکنید، متوجه میشید که کیفیت این بورد رو نداره. کار به قطعات فعلا نداریم، فقط همین بوردش، فیبر خالیش که قطعات روش سوار میشه منظور هست. اگر دقت بکنید کیفیتش رو میبینید که هر دو طرف لایه محافظ روش خورده شده برای اینکه نویز نگیره. یک نمونه از بوردهای دیگه ای که در واقع مونتاژ میکنن و تو بازار هست، بوردهای چینیه به درد نخور رو میتونید اینجا ببینید این دو رو با هم مقایسه کنید. ببینید هیچ لایه محافظی روش نداره، نه سبز نه رنگ دیگه ای و از لحاظ کیفیتی بسیار پایین. و این هم یک بورد دیگه که کاملا مشخص است که چطور. تمام قطعاتی که روی بورد خورده از بهترین مارکا و از گرونترین مارکا هست. خازنای BC آلمانی، خازنای ریوبیکون که مال تغذیه هستش و وظیفه صاف کردن ولتاژ رو داره که دیگه شما نیاز نیست زمانی که دارید بورد داخل جعبه میذارید بیایید خازن اضافه تر بذارید که ثبات مدار بالا ببره. خودش 2 عدد رو بورد گذاشته و مونتاژ کرده و آماده است. و آیسی ها هم که روی سوکت خوردن که در صورت اینکه بعدها اگر 1% مشکل خوردید بتونید بلافاصله آیسی رو در بیارید و دوباره تعویضش بکنید. و همه سیم ها و فیش ها برای شما آماده خورده. این فیش آماده مونتاژ شده، شما دیگه نیاز به لنیم کاری هم ندارید. شما با این دو پینی که اینجا میبینید وصل میکنید به کوئل و ازش استفاده میکنید. ولوم 10 دور آلمانی که روش میبینید خورده و بهترین کیفیت رو داره. اینا داخل بازار از 2000 تومان داره تا دونه 45000 تومان. این برنز اصلی که روی اینجا هک شده مشخص است که از چه جنسی استفاده شده و حتی بلندگوی دستگاه بهش وصل شده که میبینیم بلندگوش هم حتی مارک کیرین آلمان. این بورد داره یک LED هست که مشخص میکنه ولتاژ باتری اندازه است یا نه. اگر ولتاژ باتری کم بشه روشن میشه که نشون میده شما باید باتری رو شارژ کنید. یک باتری 12 ولت با قیمت خیلی پایین که بهش وصل کنید میتونید ازش استفاده کنید. سیم مثبت و سیم منفی اومده بیرون که شما دیگه حتی یک سیم هم نخواهید بزنید به دستگاه. ابعاد دستگاه بسیار فشرده شده و به این دلیل است که شما بتونید جای کمتری رو توی در واقع اون باکستون داشته باشید و دستگاهتون کوچیک‌تر و مخفی‌تر بمونه. بورد محصول شرکت کریزی تچ بلغارستان است و آدرس سایتشون crazy-tech.net هست. میتونید اونجا برید مقایسه بکنید و ببینید محصولشون رو که این بورد سفارشی زده شده و با شکل خاص و با کیفیت قطعات بالاتر برای کسایی که قصد تولید دستگاه دارن. روی دستگاه پشتش هک شده، ساخت کجا هست و مشتری‌ها میتونن اینو ببیننش.
قابلیت تنظیم فرکانس رو داره. با این جامپری که روی اینجا هست میتونید روی دو تا فرکانس مختلف تنظیمش بکنید تا بتونید قدرت‌های کاوش متعدد داشته باشید. از این بورد که بگذریم میتونیم بورد در واقع لوپ یا کوئل بزرگ این دستگاه معرفی کنیم که کوئل شرکتی که به کارخونه‌های بزرگی تولید کننده فلزیا فروخته میشه رو این کمپانی میاد روی بوردش تقدیم مشتری میکنه که هیچ بورد فلزیاب دیگه‌ای به این صورت کار نمیکنه و این کوئلا رو که الان جنسش رو معرفی میکنیم به مشتری نمیدیم. این کوئل 1 متر در 1 متر این دستگاه هست که روی یک چارچوب 1 متر در 1 متر بسته میشه و میتونید ازش استفاده بکنید. جنس این کوئل 1 متر در 1 متری که روی کیت داده میشه قابل توجه است که بسیار کیفیت بالایی داره. اگر کیت های دیگه که داخل بازارهای مختلف حتی خارج از ایران هست و که نگاه میکنین ببینید که از کابل شبکه، کابل لن کامپیوتر استفاده کردن که اون کابل مفتول است، شکننده است، 4 بار خم و راست میشه. این میشکنه این کابل و کیفیت خودش ازت میده، ولی این نیومده از اون کابل استفاده بکنه. حالا این پلمش رو باز میکنیم و کیفیت کابلش هم با خم و راست کردن سیمش تست میکنیم ببینیم که چطوره. اول اینکه اینجا یک جعبه کنترل روش داره و اینها به صورت پیچی میبینیم که وصل شدن و استحکام خیلی بالایی داره. نیومدن اینا رو چسب بزنن که آسیب پذیر باشه. خود این کابل رو اگر نگاه بکنید میبینید که جنس بسیار عالی داره. کابل‌های مفتولی که باش کوئل درست میکنن یا لوپ درست میکنن به صورت دستی که کیت میدن اینجوریه که شما چند بار سیم رو خم و راست میکنید از داخل سیماش قطع میشه، ولی این سیم افشانی داخل این هست به هیچ عنوان شکلش از دست نمیده. هر چقدر که شما این رو بپیچونید و هر جور که اینو مچاله بکنید باز به حالت اول خودش برمیگرده و به درستی کار میکنه و هیچ وقت شکننده نمیشه. شما هر طور که این کابل رو استفاده بکنید گره بزنید یا باز کنید در صورتی که هیچ کدوم از کابل یونیورسال دستگاه به این شکل نیستن، باز دوباره به حالت اول برمیگرده و هر کاری رو بکنید به کیفیت اولیش برمیگرده و هیچ وقت کیفیتش کم نمیشه و بسیار هم محکمه. همینجور که میبینید با قدرت تمام اینو میکشمش که هیچ اتفاقی براش نیفته. حتی کابل انتقالی که استفاده کرده براش از بهترین کابل آلمانی هست که روش هک شده میدین جرمنی و این قسمتش هم حتی با گلند پیچ شده که شما بتونید راحت تنظیمش بکنید و کابل طولانی و بلندی داره. نیومده از یک کابل کوتاهی استفاده بکنه که شما دردسر بخورید، چون قیمت این سیمش سیم خاصی هست و گرونه. راحت 1.5 متر برای شما کابل زده و این فیشی که میزنن رو اگر دقت بکنید ببینید که با چه کیفیتی مونتاژ شده. بعد از اینکه سیم رفته داخل یک فیش مونتاژ شده یک روکش کاملا هات فیکسی براش زده شده و محکم پلم شده که این در اثر تکون خوردن در هنگام کار با دستگاه نویز نگیره و نویز از اینجا وارد دستگاه نشه که دستگاه شما بی خود و بی دلیل روی زمین بو بزنه و بسیار استحکام بالایی داره. من با تمام قدرت اینا کج و راستش میکنم میبینید که باز به کیفیت برمیگرده. هر چقدر که این رو مچاله بکنید باز به کیفیت اولش برمیگرده و این فیش باید بسیار استحکام بالایی داشته باشه که شما هر روز قرار نه به دستگاه بزنید و در بیارید ازش و دوباره استفاده کنید. اگه قرار باشه که به دو بار ضربه خوردن که توی بیابون داره کار میکنه خراب بشه این دیگه به درد نمیخوره. این باید محکم باشه. ببینید که هیچ اتفاقی براش نمیفته. بسیار محکم و قوی هست. این کوئل رو که به صورت 1 متر در 1 متر هست اگر باز بشه و روی چارچوب سوار بشه میتونید دولا کنید 50 سانتی استفاده کنید، میتونید سلا کنید از 30 سانتی استفاده کنید. این دستگاه است که اتوماتیک تشخیص میده که شما اینو چند لا زدید و به چه لوپی تبدیلش کردید. این داخل باکس اینجا مداری وجود داره، اینو برای شما انجام میده. شما نیاز به تنظیم ندارید و هر مقدار اندازه‌ای که بخواید میتونید درش بیارید. علاوه بر این کوئل یک کوئل کوچیک هم کنار بورد به مشتری تحویل داده میشه. هیچ کدوم از کیت هایی که داخل بازار هست نمیان کوئل کوچیک رو به مشتری بدن، چون اگر این کارو بکنن دیگه میشه اون یک دستگاه
و اکثرا میان این کوئل رو، این دستگاه رو داخل یه جعبه‌ای میکنن، به صورت خوشگل درش میارن و قیمت‌های بسیار بالا 30 میلیون 40 میلیون فروش میکنن. ولی این کمپانی اومده همه چیزو در اختیار مشتری قرار داده و میاد یه دونه کوئل بزرگ که نشونتون دادم و یه کوئل کوچیکو به مشتری میده که بسیار راحت بتونه کار کنه، دیگه درگیر ساخت کوئل نشه با اون مسائل پیچیده‌اش و محاسبات سنگینش، و به بهترین کیفیت هم ساخته. و اومده این کوئل کوچیک که همه جا به شکل دایره‌ای هست و به صورت مربعی در آورده و دسته‌ای داره که اینجا بهش وصل میشه، به این قسمت پیچ میشه که میتونید شما دستاتو بکنید ببرید داخل تونل ازش استفاده کنید. لوپ‌های مربعی هستن که مخصوص غار و تونل هم هستن، یعنی تبدیل میشن به لوپ‌هایی که داخل غار و تونل کار میکنه. اکثریت دستگاه لوپ دایره‌ای دارن که ظرف بزرگی هست. هولوگرام پلم خورده روش و روش هک شده میدین جرمنی. میبینید که مال کمپانی تریسر هم هست، اومده از این کمپانی خریده که روی کیتاش و برداش مشتری بده و باز اینجا رو پیچی زده و نیومده با چسب اینو مونتاژش بکنه یا همینطور ببره داخل و واقعا روش هزینه کرده. نگهدارنده های تعداد زیادی روش زده تا صفحه های بالایی و پایینی ازش جدا نشن. 4 تا همین زیر زده و جنس کابلی هم که استفاده کرده باز مثل همون لوپ در واقع بزرگ بود و بسیار با کیفیت و پلم شده هستش. میبینید که اینجا هم باز هاتفیکس زده تا اشتباهی رخ نده. با تهیه این بورد میتونید شما اینو داخل یک جعبه کوچیک قرار بدید که جعبهش هم از طرف شرکت ها معمولا به صورت اشانتیون به مشتری داده میشه. فقط کافی این بورد بره داخل اون جعبه و شما یک باتری بهش وصل کنید و ازش استفاده بکنید. کار بسیار راحت شده، نیاز به مونتاژ نیست، یک بورد نیست که شما قطعات روش بذارید و درگیر لئیم کاری و مسائلش و اینا بشید. اینو با دستگاه بسیار با دقت مونتاژ کردن که شما هیچ ایرادی پیدا نکنید و سیماش هم حتی براتون آوردم بیرون. امیدواریم که ویدیو موفقی داشته بوده باشیم و معرفی خوبی داشته بوده باشیم برای شما. در مرحله بعدی سعی میکنیم همین بورد رو روشنش بکنیم و با کوئل بزرگ براتون تست بگیریم و کاراییشو و قدرتشو ببینید و همچنین ثبات خیلی عالیشو ببینید و ببینید که چقدر راحت میتونه این بورد تنظیم بشه بدون نیاز به هیچ دردسری، فقط با یک دونه ولوم 10 دور حرفه‌ای. موفق و پاینده باشید.